نمای قدامی برین استم که شامل بسل النخاع، پل مغزی که در اینجا مشاهده میشه و مخچه هست. خب بسل النخاع در قسمت قدامی خودش شیاری در خط وسط داشت که در طرفین این شیار در اینجاها دو تا برآمدگی ما داریم. این برآمدگی ها مربوط میشن به پیرامیدها یا هرم. پیرامید یا پایرامیدها در واقع الیاف نزولی بودن که کورتیک و نوکلئار یا کورتیک و اسپاینال هستن. بعد بلافاصله پشتش یک شیار هست و در پشت اون شیار که شیار آنترولترال میگیم یک برآمدگی دیگه دیده میشه به نام زیتون یا اولیو. این زیتون ها یا اولیو هستن. در پشت زیتون ها در راست و چپ اعصاب 9، 10 و 11 یا سیستم واگال خارج میشه. خب انتهای تحتانی بسل النخاع رو میبینیم. گفتیم بسل النخاع داره یک قسمت اوپن هست و یک قسمت بسته. این قسمت اوپنش هست که میبینیم برجستگی های گراسیل و کنات رو چقدر زیبا و نیمه تحتانی بطن چهارم رو میبینیم. زوایای طرفیشون رو بهشون میگیم لوشگاب ماژندی. اینجا دوتا سوراخ هست، سوراخ های لوشگاب و ماژندی که بطن چهارم رو که اینجا الان دارم نشون میدم به فضای ساب آراکنوئید ارتباط میده. در واقع پشت بطن چهارم یا سقف بطن چهارم توسط مخچه شکل گرفته. لوب‌های طرفی، قسمت میانی یا برمیز، تونسیل ها رو داریم در عمقش میبینیم و در این قسمت پل مغزی رو داریم، شیاری که در اینجا شریان بازیلار قرار میگیره و ادامه شاخه‌های عصبی رو داریم اینجا میبینیم. خب این هم مخچه هست و این هم در واقع بطن چهارم نیمه فوقانیش که ادامه شو در این قسمت پایین.